میگه هر کاری میکنم نمیچرخه، شرکت زدیم نمیچرخه، پولمون رو نمیدن، نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده، اصلا کسی نمیخره جنس ما رو و هر آسیب دیگه ای. هر وقتی تو زندگیتون داره دائما مسائل پشت سر هم پیش میاد، رابطتون با همه چی داره خراب میشه، با زنت، با شوهرت، با بچه‌هات، با پدر مادرت، مشکلات دیگه داره به وجود میاد. برو یه چیزو فقط درست کن، یه چیز درست کن، بقیه درست میشه. این قاعده خلقته، دقت کنید، نمیتونی ازش تخلف کنی. مثل که دو تا 4 تا، این ناموس ریاضیه، شما نمیتونید تغییرش بدید. حالا قانون چیه؟ یادداشت کنید، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر که اون چیزی که میان خودش و وظیفه‌ای که بین خودش و الله هست اینو رعایت بکنه، یعنی با معشوق اصلیش کارو خراب نکنه، با الهش به هم نزنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا رابطه‌ش رو با بقیه درست میکنه. الان اومده میگه با پدرم دعوا داریم، با خواهر برادرام دعوا داریم، با نمیدونم مادر شوهر پدر شوهر، مادر زن پدر زن، با جناق جاری، رئیسم، همش دعواست، همش جهنمه، همش شیطان میاد همه ما رو به جون هم میندازه. چند نفر دارن این وسط خیانت میکنن. اون چیه؟ اینه که تو رابطه تو با عشقت خراب کردی. ما یه عشق که بیشتر نداریم، اونم اللهه. دست از خدا که برمیداری، رابطه تو با خدا خراب میکنی، رابطه با همه چی خراب میشه.